هست. دو نقطه از روی چنین قانون حرکت میکنند. ما اینها را از روی وقتی 5 ثانیه و از روی وقتی 10 ثانیه صورت لحظگی آنها را میابیم و آنها را مقایسه میکنیم. سرعت لحظگی حرکت را از روی چنین و افزایشی فونکسی میابیم و به جای f از x پلس دلتا x ما s از t پلس دلتا t را میگذاریم و به جای f از x این s از t خودش را آورده میگذاریم و به دلتا t تقسیم میکنیم. آنگاه حدودی t به 0 معلوم میکند. این را از روی چنین قانون میکشاییم و این فرمول را باشد از روی فرمول ضربی مختصر میکشاییم و اصلاح میکنیم. در وقتی حدودی دلتا t به 0 معلوم کردن این چنین فرمول را میگیرد. بعد ما دلتا t را از قوس میبریم و چنین حالت را میگیرد. یعنی اختصار میکنیم. بعد آنها را اختصار میکنیم. آن وقت لیمیت دلتا t به 0 معلوم میکند. چنین شکل را میگیرد و از بس که دلتا t به 0 معلوم میکند این ifade نیست به 0 معلوم میکند و بعدا حدودی دلتا t به 0 معلوم میکند و 20 برابر میشود. یعنی سرعت لحظگی چنین فرمول را میگیرد. ما برای در 5 ثانیه این را حساب میکنیم. یعنی 20 ضرب 5 10 متر تقسیم ثانیه میشود. برای 100 متر ثانیه حساب کنیم اگر آنگاه این سرعت لحظگیش 20 متر تقسیم ثانیه میشود. 200 متر تقسیم ثانیه میشود و بعدا از این معلوم است که سرعت دوم از سرعت اول کلان است. نه این در وقتی 10 ثانیه t برابری 10 ثانیه بودن سرعت لحظگی هنگامی t برابری 5 ثانیه بودن زیادتر است. این هر دوشم فقط برای جسم یکم، برای نقطه یکم که از روی قانونی s برابری 10t کوادرات حرکت میکند. خیلی می انکو برای نقطه دوم s برابری 4 تقسیم 3 t کوب از روی همین قانون حرکت میکند. برای همین نقطه دوم ما صورت لحظگی میابیم. این خون شرطی. ما در درس گذشته چونی فرمول گذشته بودیم. ما در اینجا یعنی فرمول صورت لحظگی حرکت را گذشته بودیم. با جای همین فرمول ما و این صورت لحظگی صورت دوم نقطه دوم را آورده میمونه که چونی شکل را میگیره 4 تقسیم 3 که جمع دلتا یعنی فرمول در کوب و باز به جای s از t و خودی 4 تقسیم 3 t کوب آورده میمونه. بله. و باز این برابر میشه و از روی و کوبی سوم ما و این مثال رو میشویم که چنین نمود رو میگیرد. بعد ما بعد 4 تقسیم 3 به درون خاص ضرب بگیریم. بعد این چنین نمود رو میگیرد که در اینجا 4 تقسیم 3 t کوب و مینوس 4 تقسیم 3 t کوب اصلاح میشد. بعد و لیمیت با دلتا t به 0 کردگینه این چنین نمود رو میگیرد 4 t کوادرات دلتا t پلس 4 t دلتا t کوادرات پلس 4 تقسیم 3 دلتا t کوب تقسیم دلتا t ما از اینجا برای از صورت ما دلتا t از نامعینی گذشته و دلتا t رو از قوس میبریم. بعد در اینجا دلتا t اختصار میشه. بعد چون این نمود رو میگیره که در اینجا دلتا t وقتی که به 0 معلوم کردن این به 0 برابر میشود. 4 t دلتا t پلس 4 تقسیم 3 دلتا t کوادرات به 0 برابر میشود و چون این فرمول میگیرن ما به جای t کوادرات صورت یکم رو 5 ثانیه را آورده میمونیم که صورت لحظگی به 100 برابر میشود و در وقتی t ما به 10 ثانیه برابر شده هم صورت لحظگی به 400 برابر میشود. از این معلوم میشود که صورت لحظگی دوم یعنی t برابر 10 ثانیه بودن صورت لحظگی زیاد بود. اینا خون اکو بچه ها نگاه کنید. نقطه دوم با نقطه یکم وقتی که مقایسه میکنیم نقطه دوم به نقطه یکم وقتی t برابری 5 ثانیه بودننده صورت هر لحظگی هر دوشون برابر بوده است. در وقتی t برابری 5 ثانیه صورت لحظگی نقطه یکم هم نقطه دوم هم 100 متر ثانیه. در وقتی t برابری 10 ثانیه بودن چی
صورت لحظگی جسم یکم کلان جسم دوم کلان جسم دوم کلان جسم دوم صورت لحظگیش چند 400 متر ثانیه. رحمت بارک الله.